لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدرم، امروز باشد به یاری و کمک الله سبحانه و تعالی فضائل روز عرفه که نهم ذوالحجه است برای شما بیان میکنیم. چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما فضیلت این روز نهم ذوالحجه که روز عرفه است بیان نمودند، برای شما بیان خواهیم کرد. و برای همه ما و شما معلوم است که الله سبحانه و تعالی در روز عرفه دین را کامل کرده است. عرفه روزی است که دین در آن کامل شده است، که الله تبارک و تعالی می‌فرماید در سوره مائده در آیه 3 او: استعیذوا بالله اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمتهای خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان یک دین حق برای شما برگزیدم. سبحان الله. در این روز مبارک چطور ما میتوانیم غافل باشیم؟ در این روزی که دین کامل شده است، در این روزی که الله سبحانه و تعالی گناهان بندگانش را میبخشد. این روزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما فضلش را بیان نمودند، چگونه که در صحیح امام مسلم آمده است با شماره 1162 عن ابی قتاده رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده. ابی قتاده رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در فضیلت این روز مبارک چنین فرمودند که از الله جل و علا امیدوارم که روز عرفه بخشش گناهان گذشته و آینده است. یا الله، انسان وقتی که یک روز این روز رو میگیرد به خاطر خوشنود نمودن الله سبحانه و تعالی، الله 2 ساله گناه او رو میبخشد. در دیگر حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفه. کسی که به خاطر خوشنود نمودن الله، به خاطر رضا نمودن پروردگارش، به خاطر اینکه الله از او خوشنود و شاد شود یک روز می‌دارد، الله جل و علا وجه او را، مراد از وجه یعنی چهره او را، یعنی جسد او را از آتش جهنم 70 سال دور می‌سازد. خوش به حال آن نفرانی که روز عرفه را روزه می‌دارند. ای آن نفرانی که می‌خواهید که الله سبحانه و تعالی شما را دوست بدارد، شما محبوب الله باشید، شما روزه بدارید. ای آن نفرانی که می‌خواهید که روز قیامت از باب ریان درآیید، پس روزه بدارید. ای آن نفرانی که امروز شما نفس‌هایتان بر بالای شما زور شده است، می‌توانید روزه بگیرید، چون که روزه گرفتن کنترل شهوت می شود و این روزها را غنیمت بشماریم و این روز عرفه را یکی از مهمترین کاری خود باید بدانیم که در این روز باید ما وقتهای خود را بیهوده نگذارانیم، فقط به ذکر نمودن ذکر الله سبحانه و تعالی، به تلاوت نمودن کتاب الله و همچنین به ذکر نمودن اذکاری که برای ما و شما وارد شده است. چگونه که در حدیثی که امام ترمذی رحمه الله روایت میکند به شماره 3585 و شیخ البانی حسنش کرده است در صحیح ترغیب خود به شماره 1586 فرمودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم عن عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و سلم قال: خیر الدعاء دعاء یوم عرفه. بهترین دعا دعای روز عرفه است. و خیر ما قلت انا و النبیون من قبل، و بهترین ذکری که من و پیامبران پیش از من گفتند این است. همچنین حضرت علی رضی الله عنه فرمودند که پیامبر ما را تعلیم دادند که در روز عرفه این دعا را بگویید، یعنی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. ببینید دعای کوتاه است لکن دعای بسیار پرمعنا. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شیء قدیر. این دعای خاص روز عرفه است، چگونه که در شبهای قدر دعاهای خاص هست مانند اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. مادرمون حضرت عایشه رضی الله عنها تعلیممون دادند. انا همینم حضرت
عبدالله عمرو بن العاص میگوید که پیامبر صلی الله علیه و گفتن که بهترین دعای روز عرفه این است که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. ببینید این دعایی است که تمام پیامبران گفتند و علی خصوص پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر آن چیزی را که برای خود دوست می داشتند همچنین برای امتانشان دوست می داشتند. هر آن چیزی را که می‌خواستند برای امتانشان آن را می‌خواستند و برای ما و شما رسانیدند. ببینید فرمودند که دعای روز عرفه این است که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. معنای این دعا این گونه است که هیچ معبود بجز الله به حق وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی یکتا و یگانه است و شریکی ندارد. پادشاه عالمیان است. پادشاه و حمد و ثنا از آن اوست. هر حمد و نیکویی میشد از آن الله سبحانه و تعالی شایان اوست و او بر هر چیز توانا و قدرت است و قدرت دارد. سبحان الله. ببینید چگونه دعای زیبا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. ای آن کسی که میخواهی که الله از تو در این روز خوشنود باشد و گناهان تو را ببخشد، پس این روز عرفه روز 9 ذی الحجه را روزه بدار. چگونه که در صحیح امام مسلم آمده است در کتاب حج بابی فصل حج و عمره و روزه گرفتن روز عرفه و روز عرفه به شماره 1348 عن عائشه رضی الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. یا الله، ببینید فضیلت این روز را. سبحان الله، چرا ما امروز غافل هستیم از فضیلت این ماه بزرگ که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هیچ روزی نیست که در آن خداوند بنده را از جهنم آزاد کند از روز عرفه. یعنی در این روز عرفه روزی است که الله سبحانه و تعالی تنها در همین روز بندگانش را از آتش جهنم رها میکند، همون بندگانی رو که الله بخواهد. یا الله رحمت کن آن نفرانی که از ما گذشتند، پدر و مادر و بیبی و بابای ما گذشته باشند، پروردگار اونها را رحمت و مغفرت کن در این روز عرفات. یا الله ببینید در این روز عرفات الله بندگانش از آتش جهنم دور میسازد و رها میکند و نجات میدهد. یا الله ببینید این روز باید ما قدر شناسی کنیم، در این روز را چنان برای خود یک همچون پیشوا بگذاریم که با این روز باید ما داد و گریف زیاد کنیم، یعنی عمل خیر زیاد کنیم، قرآن بیشتر بخونیم و این روز باید ما و شما احترام خوبش کنیم. چگونه که انسان مهمان را مهمان نوازی میکند، این روز باید ما چنان روزی کنیم که روز نوازش ما و شما باشد در عملهای نیکی ما و شما. و فرمودند پیامبر صلی الله علیه و آله و انه لیدن ثم یباهی بهم الملائکه فیقول ما اراد هؤلاء. سپس میگوید الله سبحانه و تعالی نزدیک می شود در روز عرفه در کوه عرفات به بندگانش نزدیک شدنیه که به ذات الهی لایق و شایان و سزاوار است. سپس در بین ملائکه ها، یعنی به ملائکه ها فخر میکند و فخر کنان میگوید که ما اراد هؤلاء، آن بندگان در این روز از من چی میخواهند؟ یا الله تو شاهد و گواه هستی که ما از تو چی میخواهیم، رضایی تو را میخواهیم و گناهان ما را ببخشی و ما را از آتش جهنم دور بسازی و ما را از اهل جنت بگردانی. این را ما از تو میخواهیم، خوشنود شدن تو از ما این را میخواهیم پروردگارا. ببینید الله فخر میکرد از در بین ملائکه ها که بندگانم از من در این روز مبارک چی میخواهند. و در دیگر حدیثی که آمده است در سلسله شیخ صحیح امام البانی علیه رحمت الله سبحانه و تعالی در پیش ملائکه، در نزد ملائکه ها افتخار میکند و میگوید اشهدوا ملائکتی انی قد غفرت لهم. الله سبحانه و تعالی به ملائکه ها میگوید ای ملائکه های من، شما شاهد و گواه باشید که کسانی که در عرفات هستند آنها را بخشیدم. یا الله آنقدر زیاد مهربان هستی که با وجود مهربانیت بخشنده هستی. ای الله ما را در این روز مبارک بیامرز. یا الله تو شاهد ملائکه ها را میگفته که ای ملائکه های من شما شاهد باشید که من امروز بندگانم را عفو از گناهانشان میگذرم. یا الله دعاهای ما بندگانت را که در عرفات نیستیم به دعاهای آن کسانی که در کوه عرفات هستند پیوست بکن و دعاهای ما را اجابت بکنی و دعاهای ما را به درگاهت قبول کن و ما را ببخشی گونه که اهل عرفات را میبخشید. حتی آن روزی است که شیطان چنان غمگین میشد، چنان خود را حقیر میشمارد که میگوید در این روز الله سبحانه و تعالی به بندگانش نزدیک میشود و گناهان اونها را میبخشد و من
در این حال چیکار کنم؟ یا الله ببینید شیطان چنان خود را ناچیز و ناتوان و حقیر و پس میشمارد، به اصطلاحی حاضر بگویم سر و موی روی خود را میکند و سری خود را در زمین میزند، میگوید که سالها من اینها را چیکار کردم؟ گمراه کردم، از راه حق کج کردم اینها را و امروز باشد الله گناهان اینها را، این بندگانش را میبخشد و مرا نمیبخشد. این روزی است که مکافات است، این روزی هست که الله سبحانه و تعالی بندگانش را گناهانش را میبخشد. چگونه ای که در مصنف عبدالرزاق آمده است از حدیث ابن عمر رضی الله عنهما: فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولو يروني فكيف لو رأوني يا الله ولم يروني فكيف لو رأوني یا الله. ببینید سبحان الله، الله سبحانه و تعالی، الله تبارک و تعالی در این روز مبارک روز عرفات نازل می شود به آسمان دنیا، نازل شدنیه که به ذات پاک خودش لایق و شایان و سزاوار است و فخر کنان به ملائکه ها می گوید ببینید آن بندگانم را که در حال آمدن که مویهای سرشان چنگ و غبارآلود است، از تمام دیارها و دور و دراز آمدن، در حالی که رحمت مرا امید کنان آمدن و از عذاب من می ترسند و در حالی که مرا ندیدن، پس حالشان چگونه می شود که اگر مرا ببینند؟ یا الله رحمتی تو واسع است، پروردگارا ما تو را ندیده ایم لکن تو را دوست می داریم. پروردگارا این روزی است که بندگانت را از آتش جهنم دور می سازی، این روزی است که شیطان ناامید می شود و بندگانت را با امید می کنی، این روزی هست که روز مکافات است، روزی است که تو در بین تمام ملائکه ها فخر میکنی. یا الله ما را در این روز مبارک ببخش. برادران و خواهران گرامی قدرم، ببینید فضیلت این روز را حتی الله جل و علا در این روز فرود می آید، نازل می شود، نازل شدنیه که لایق و شایان و سزاوار به الله جل و علا. الله در یگان روز به این آسمان دنیا نمی آید مگر در روز عرفه. الله هر شب در یک شب به آسمان دنیا می آید، اما در سایر سال در 365 روز تنها در روز عرفات به دنیا می آید و در بین تمام ملائکه فخر می کند و می گوید که شما شاهد باشید که امروز من بندگانم را می بخشم. یا الله برادران عزیزم، حریص باشید به این روز مبارک از خیر و صدقات و از زیاد نمودن ذکر، از زیاد رفتن با خویش و تبار و صله رحم نمودن در این روز بیشتر کنیم و در این روز دعایی که پیامبر تعلیممون دادن: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر را فراموش نکنیم. و چگونه که برای همه ما و شما معلوم است که دین را الله جل و علا در این روز تکمیل کرده است و روزی میگوید که حضرت عمر رضی الله عنه نشسته بود، یک یهودی به نزدش آمد گفت ای عمر امروز میدونی چی روز است؟ حضرت عمر گفت که امروز روز عرفه است. گفت که آیا میدونید که در قرآنتان آیه وجود دارد که اگر در کتاب ما اگر نازل میشد در تورات این روز را ما روز عید میگرفتیم؟ حضرت عمر پرسیدن که این روز چی روز است؟ فرمودند که این یعنی یهودی این آیه مبارکه را برای حضرت عمر خواندند که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را برای شما تکمیل کردم، نعمتهای خود را برای شما پره کردم. حضرت عمر رضی الله عنه میگوید که قسم به الله آن روزی که همین آیه مبارکه نازل شد در روز جمعه بعد از نماز جمعه، میگوید این آیه مبارکه نازل شد در مکه مکرمه و من در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. این روز میگه روز عرفه بود بعد از نماز جمعه، بعد از ظهر، یعنی بعد از نماز جمعه بود. ببینید فضیلت را، این روز را الله سبحانه و تعالی برای ما چگونه برتری کرده است در بین دیگر روزها. این روزی نیست که به مانند ماه شوال باشد و یا به مانند ماه شعبان دیگر روزها. این روزی است که الله سبحانه و تعالی فرود می آید. یا الله پروردگار ما و شما را توفیقی در بندگی عنایت کند که این ماهی یا این روزی عرفه را زنده بداریم و شبهایش را با تهجدی که ما و شما از این نماز تهجد غافل مانده و این روز را باید بگیریم و شبش را باید زنده بداری بکنیم. هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.